نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا فهم لنا إلا ما علمتنا. سوره مبارکه معارج هست. ابتداءً ربط و مناسبت این سوره با سوره های گذشته در سوره مبارکه ملک موضوع توحید و اینکه برکات دهنده فقط و فقط ذات الله عز و جل هست اونجا خواندیم و در سوره قلم این مطلب بود که در این رابطه مشرکین و مخالفین میخواهند شما از خود مداهنت کنید، نرمش نشان بدهید، ولی در مقابل اونها شما هیچ نوع نرمشی نشان ندهید. در سوره الحاقه تخویف بود، تهدید بود، وعید بود، هم دنیوی و هم اخروی. و در این سوره معارج خدای عزوجل سرزنش می فرماید، زجر بیان می فرماید و توبیخ برای کسانی که اون عذابی که در سوره الحاقه بیان شد اون عذاب را مسخره می کنند، عذاب را باور ندارند، نسبت به قیامت تمسخر می کنند. و بعد از این سوره مبارکه نوح می آید. در سوره نوح الله عزوجل روایت می فرماید و دلیل نقلی می فرماید از پیامبر خودش نوح علیه السلام که نوح همین مطلب را و همین مضامین را برای قومش بیان فرمود. و بعد از سوره نوح سوره جن می آید. از سوره جن، در سوره جن هم روایت است از جنات و دلیل نقلی هست از جنات که جنات حتی دعوتگران جن برای قوم خودشون همین مطالب توحیدی را و مطالبی که مربوط به یکتاپرستی بود برای قوم خودشون بیان فرمودن. این مناسبت همه این سوره ها و ارتباط این سوره ها با هم دیگر است. ابتدای سوره آغاز می شود با زجر و توبیخ، سرزنش و مذمت اون انسان بدبختی که طالب عذاب خداست. بسیاری از
مشرکان، منکران، کافران که عذاب را باور نداشتند و به عذاب اعتقاد نداشتند خودشون عذاب میخواستند، مثل نضر ابن حارس که بسیاری از مفسران میگویند این آیات اولی درباره نضر ابن حارس است که میگفت عذاب را زودتر بیارید و حتی میگفت اللهم ان کان هذا هو الحق، خدایا اگر این مطلب حق است فامطر علینا حجارة من السماء، بر ما سنگ بباران از آسمان، او ائتنا بعذاب علیم، برای ما عذاب دردناک بیار. خودشون تقاضا میکردند، خودشون مطالبه میکردند. حال گرچه این شأن نزول در رابطه با این فرد خاص باشد ولی نمیتونه مورد آیه فقط اون یک مورد باشه، منحصر در اون فرد باشد. در هر زمانی هستند چنان کوردلانی، چنان انسانهای ناباوری که کلام الهی را باور ندارند، قیامت را و مسائل قیامت را و مسائل مربوط به عذاب را به تمسخر میگیرند و میگویند که اگر چنین عذابی هست زودتر بیاد. همه مشرکان در طول زمان میگفتند یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعده عذاب آخی کی میاد؟ ما هرچی منتظریم عذاب نیامد. ای مسخره میکردن. الله عز و جل هم ذاتی هست که زود مؤاخذه نمی کند. الله حلیم هست و اصلا قرار نیست در دنیا مؤاخذه صورت بگیرد الا ماشاء الله. نمونه های الله عز و جل برای بعضی ها را گوشمالی میده، مثل اقوامی که ذکرشون در قرآن آمده. پس الله تعالی برای این سائل و امثال این سائل، هر کسی که برای عذاب خدا عجله داشته باشد و خواهان باشد، در این آیات توبیخ بیان می‌فرماید. سأل سائل بعذاب واقع، سائلی سؤال کرد، طالبی مطالبه کرد. چی را مطالبه کرد؟ بعذاب واقع للکافرین، این للکافرین متعلق واقع هست. سؤال کرد اون عذابی که برای کافرین واقع میشه. انسان از این نوع آیت ها، ما مسلمان ها از این نوع آیات امیدوار میشیم که فلسفه اصلی عذاب للکافرین است، انشاءالله برای ما نیست. عذاب واقع للکافرین، عذابی که اون عذاب برای کافرین واقع هست. خدای عزوجل در چندین آیه که عذاب را ذکر میفرماید اعدت للکافرین، اون عذاب فلسفه اصلیش برای کافرین است. اما متاسفانه گاهی مسلمان که از حد بیشتر تمرد میکند، اعمالش مثل اعمال کافرین است. مثلا اصلا نماز نمیخواند، چون کافر هم اصلا نماز نمیخواند. مسلمان در طول زندگی نماز نمیخواند. خب این دیگه کم کم اعمالش مثل اعمال کافرینه، گرچه خودش مؤمنه، در قلب ایمان داره. خب این هم برای چند وقتی چون مشابهت کرده، مشابهت داشته با کافرین، باید بره در کنار او بمانه، گرچه نهایتا ایمان انسان را نجات میده. پس از این آیات معلوم میشه که اصل عذاب مال کافرین است. اینجا هم الله میفرماید بعذاب واقع للکافرین، عذابی که اون عذاب واقع میشه برای کافرین. لیس له دافع من الله، این عذاب را مطالبه میکند، اون عذابی که هیچ کسی نمیتواند اون عذاب را دفع کند از طرف الله. منزل عذاب الله است، عذابی که الله میاره هیچ که نمیتونه دفع بکنه. اینجا نفی شفاعت قهری هست. مشرکان اعتقاد به سفارش خدایان خودشون داشتن، معتقد بودن که هرگاه ما به مخمسه‌ای، به مشکلی گرفتار بشیم، این خدایان ما را نجات میدن، اینها به داد ما میرسن، ما برای اینها گوسفند کشتیم، شتر کشتیم، نظر و نیاز دادیم. الله میفرماید لیس له دافع، هیچ نوع دفع کننده و دور کننده اون عذابی که میاد از جانب الله نیست. اون اللهی که ذل معارج، دارای معارج است. معارج میگن پله های عروج. بسیاری
میگویند مراد از این آسمان ها هستند، اللهی که دارای آسمان هاست. بعضی میگن معارج به معنی درجات، اللهی که دارای درجات هست، به این معنی که به بندگان صالحش هم درجاتی میده، به بندگان غیر صالح و به کفار هم درکاتی میده. اون الله نمیتونه عذاب او را کسی دفع بکند. ذی المعارج، اللهی که دارای آسمان هاست. چگونه دارای معارج است توضیح داده شده. الله می فرماید تعرج الملائکه والروح الیه، ملائکه همگی و بویژه روح جبرئیل امین مراد است. و بعضی مراد از روح مطلق روح گرفتند، روح انسانی. ارواح ما هم وقتی که پرواز بکنه به سوی الله میره. تعرج الملائکه والروح الیه، عروج میکند، به بالا میروند ملائکه و همچنین جبرائیل به سوی اون. یعنی همه اونجا رجوع میکنیم، همه اونجا میریم. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که مقدار اون روز 50,000 سال است. روزی است، روز قیامت منظوره. در اون روز همه به سوی او میروند، ارواح میرند، ملائکه میرند، انسان ها میرند، همه در اون روز به سمت الله عزوجل. اون روز 50,000 ساله. و در آیه دیگه آمده که 1000 ساله که 1000 سنه مما تعدون. البته مفسرین نوشتند که یعنی مسافت اصلیش 50,000 ساله که اگر انسان ها با سیر عادی برند، اما فرشتگان در لمحه بسیار مختصری می روند. عروج الملائکه الى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غیر لو صعد 50,000 سنه. اونجایی که ملائکه می روند به آسمان ها، ملائکه در یک لحظه می روند، ولی اگر ما با سیر عادی می رفتیم 50,000 سال طول می کشید. سیر از زمین تا آسمان، چون بر اساس یک تفسیر عرض کردم معارج به معنی آسمان ها. اما اون عذابی که از طرف الله ذی المعارج هست، اون عذاب فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، اون در روزی هست. مسافت هم 50,000 سال، اون روز هم 50,000 سال. اون روز که 50,000 سال باشد برای انسان ها متفاوته، چون که در روایتی داریم اصحاب کرام عرض کردن یا رسول الله 50,000 سال کی میتونه تحمل بکنه؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم سوگند یاد کرد که برای مسلمانی که اعمال صالح و اعمال نیک داشته به اندازه نماز خوندن، اون روز به اندازه نماز خوندن تمام میشه، یعنی اینطور زود تمام میشه. شما نماز میخوانید چقدر طول میکشه؟ همین اندازه طول میکشه برای مؤمن. پس معلوم میشه که بر اساس اعمال بندگان اون روز طولانی و کم میشه. پس با اون آیه‌ای که 1000 سال فرموده هم تفاوتی نداره، برای بعضی ها 1000 سال، برای بعضی ها 50,000 سال، برای بعضی ها یک لمحه و یک لحظه. لذا اون عذاب را مطالبه می کند. الله عزوجل به پیامبر خودش تسلی میده، ای پیامبر، ای حبیب من، تو صبر کن، تو تحمل کن. باش بگویند اینها مسخره کنند. الله می فرماید فاصبر صبرا جمیلا، صبر کن ای پیامبر صبر جمیل. صبر جمیل به اون صبری میگن که هیچ شکایتی توش نباشه، شکوی توش نباشه. گاهی برای ما مشکلی میاد میگیم خدایا صبر میکنه ولی چرا؟ این شکوه آمد، این صبر جمیل نیست. صبر جمیل اونه که انسان همه چیز را به الله بسپاره.
الله می فرماید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، همانا آنان اون روز را دور می بینند اما ما نزدیک می بینیم. اقتربت الساعه، قیامت نزدیکه. اقترب للناس حسابهم، ازفت الازفه، اون موعد نزدیک قریبه. الله می فرماید انهم یرونه بعیدا، بعیدا عن الوقوع، وقوع اون را بعید می دانند، نه اینکه از نظر زمان بعید می دانند، اما بعید از عقل می دانند، باورش ندارند. اما الله می فرماید و نراه قریبا، ما او را قریب عن الوقوع می دانند، در همین زودی اون اتفاق می افته. اون روز چه روزی هست؟ الله عزوجل به تصویر می کشد، بار بار با تعبیرهای مختلف و متفاوت، با تصاویر مختلف از قیامت. الله قیامت را به تصویر می کشد تا هیبت اون روز، عظمت اون روز در دل ما بیاید. یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن، روزی که آسمان میشه مثل فلز گداخته شده، فلزی که ذوب شده، فلز که ذوب بشه قطره قطره میفته، تکه تکه جدا میشه. آسمان اذا السماء انشقت، انشقاق و پاریدگی پیدا میکنه و تکه تکه مثل فلز از هم دیگه جدا میشه. و تکون الجبال کالعهن، و کوها مثل پشم، پشم حلاجی شده، پشمی که زده شده، حلاجی شده، چطور از هم دیگه اجزاش جداگانه هستند؟ اجزا و ذرات کوها مثل غبار از هم دیگه جدا می شوند. ولا يسأل حمیم حمیما، هیچ دوستی در مقابل از دوست دیگر سوال نمیشه. از دوست دیگه سوال نمیشه که دوست چیکار کرد، دوستم چی شد، کجا رفت. یبصرونهم، این نیست که از همدیگه ناپدید میشن، به همدیگه نشون داده میشن، همدیگر را میبینند. دوستان همدیگر را میبینند اما پروا برای دوست نداره، نفسی نفسیه، هر کس به فکر خودشه. سبحان الله. بالخصوص روز سختیه برای مجرم، برای کسی که در دنیا حق زندگی را ادا نکرده، حق خدا را ادا نکرده، دنیا را با جنایت و با فساد و با گناه و معصیت سپری کرده. الله درباره این انسان بدبخت چی میگه؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه، دوست دارد مجرم، تمنا میکند لو یفتدی، اینکه فدیه بدهد، من عذاب یومئذ ببنیه، عذاب اون روز را، یعنی در عوض عذاب اون روز، فدیه عذاب اون روز، ببنیه، فرزندش را، فرزندی که جگرگوشهش هست اون را میخواد تقدیم بکنه، و صاحبته، و همسرش را، این همسری که در دنیا برای هم دیگه به اصطلاح جان میدادند، عاشق و دلباخته هم دیگه بودند، اما اونجا میخواد که همسرش را تقدیم بکند، و اخیه، و برادری که بازویش در دنیا بود. برای برادر میگفت که همه چیزم بره ولی برادرم باشه، اما اون برادر را هم میخواد تقدیم بکنه. و فصیلته التي تؤوی، همچنین اون قبیله، اون قوم، اون خویشاوندانی که او را جای دادند، اونی که همیشه پناهگاهش بودند، قوم و قبیلش را میخواد بده. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، الله میفرماید تمام آنهایی که در زمین هستند همه را میخواد، همه اهل زمین را به عنوان فدیه بده. ثم ینجی، سپس خودش نجات بیابد. همه برن فقط من نجات بیابم. چنین سخته. الله میفرماید اما هر کاری بکنی ای مجرم، مفری نیست، خلاصی نیست، رهایی نیست. کلا، هرگز مفری وجود ندارد، هرگز جای فرار و رهایی از اون عذاب نیست. انها لظا، همانا اون آتش شعله میزند،
زبانه می کشد. نزاعة للشوى، پوست انسان را می زند، پوست را در میاره. پوست را در می آورد کنایه از خیلی سخت بودن است، از خیلی مشکل بودن است. تدعو من ادبر و تولا، این عذاب چه کسی را اونجا فرا میخواند؟ آتش چه کسی را دعوت میده به سوی خودش؟ دعوت میده کسی را که ادبر، در دنیا پشت داده به ایمان، پشت داده به قرآن، پشت داده به رسول الله. و تولا، و کسی که اعراض کرده. مفسرین بین ادبر و تولا این فرق را نوشتن که ادبر کسی که فساد عقیده داشته و تولا کسی که فساد عمل داشته. یعنی کسی که در دنیا عقیدهش بد بوده، مشرک بوده، کافر بوده، منافق بوده، خرافاتی بوده، با خدا شریک می گرفته. و تولا اون کسی که فساد عمل داشته، اعراض کرده، نماز نخونده، بلا نسبت مرتکب عمل فحش و بی‌حیایی و بی‌عفتی شده. اون کسی که زندگیش با ربا و رشوه بوده، با انواع فسادها بوده، اونها را به سوی خودش فرا میخواند. اون انسانی که و جمع فاوعى، اون انسانی که مال جمع کرده، اونها را محفوظ کرده، اندوخته کرده و سر به سر گذاشته و حق مال را ادا نکرده. یعنی دلبستگیش به دنیا بوده، به مادیات بوده، به مال بوده، به آخرت نبوده، به آخرت هیچ نوع اعتقادی نداشته. لذا این نوع انسانها را آتش به سوی خودش دعوت میده. الله می فرماید ان الانسان خلق هلوعا. حال صفات انسانی که اونجا میره چه انسانهایی هستن و چه انسانهایی نجات میابن. اولا مطلقا درباره انسان و فطرت انسان و سرشت انسان را الله می فرماید ان الانسان خلق هلوعا. انسان هلوع آفریده شده. هلوع را گرچه دو آیه بعدی توضیح میده و تفسیر میکنه، اما هلوع در زبان فارسی بعضی ترجمه کردن ناپخته. انسان ناپخته آفریده شده و بعضی میگن انسان بیتاب آفریده شده، تحملش خیلی کم هست، بیتاب هست، هیچ چیزی را تحمل نمی کند. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. این انسان هلوع است، انسانی که هرگاه به شری برسد، هرگاه بهش مصیبتی برسد، جزوعا داد و فریاد میکنه، جزع و فز میکنه، یعنی بیتابی میکنه، تحمل نداره مصیبت را. و اذا مسه الخیر منوعا، هرگاه به این انسان خیر برسد، منوعا، منوع هست، منوع به معنی بازدارنده، یعنی اگر بهش خیری برسد خیر را از دیگران جلوگیری میکند، مالی بهش میده فقط برای خودش داره، برای دیگران ندارد. چیز خوبی باشه فقط برای خودش. این ناپختگی انسان است. البته مؤمنین مخلصین، اونایی که دارای این صفات هستند، این چنین نیستند. الا المصلین. معلوم میشه که نماز انسان را اصلاح میکند، همونطور که در آیه دیگه میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. نماز انسان را تربیت می‌کند. نماز واقعی انسان را اصلاح می‌کند، تزکیه می‌کند. لذا الله می‌فرماید این صفات ناپختگی را مصلین ندارند، نمازگزاران ندارند. مصلین کدوم مصلین؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. آنهایی که بر نماز خودشان مداومت میکنند، مواظبت دارند همیشه، نه فقط ماه رمضان، نه فقط ماه محرم، نه فقط در موسم حج، نه فقط در موقعیت های خاص، بلکه همیشه الله عزوجل انتظار دارد بنده اش تا دم موت،
همون آخرین لحظات که زنده هست حتی سعی بکنه اشاره بکند ولی الله را فراموش نکند. این بنده محبوب الله است. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. مردانگی همینه، توفیق الله همینه، کمال اینه که انسان همیشه عبادت کند، استقامت بر عبادت و بر کار خیر داشته باشد. لذا نمازگزاری را الله تعریف می فرماید که در نماز مداومت دارد. الذين هم على صلاتهم دائمون، بر نمازشون مداومت می کنند. والذين في اموالهم حق معلوم. انواع عبادت ها داریم. الله عزوجل عبادت های متنوعی برای ما قرار داده که این انواع عبادت ها هر یکی یک خصلتی، یک خاصیتی دارد. مثلا نماز انسان را اصلاح میکنه، تزکیه میکند، در انسان خشوع پیدا میشه، خضوع پیدا میشه، فروتنی پیدا میشه، انقیاد و اطاعت پیدا میشه. زکات و خرج کردن مال که عبادت مالی هست و دومیش هست، این انسان را از این جهت میسازه که انسان از وجودش حرص میره، بخل میره، صفات رذیله، حب دنیا از انسان خارج میشه. کمترین فایده صدقه اینه که از قلب شما محبت دنیا خارج میشه، دنیا را دوست نخواهید داشت، چون که اول سخته، وقتی که میدی میبینه نه آسانه. لذا الله میفرماید که کسانی هستند که در مالهایشون حق معلوم و حق مشخص هست، للسائل والمحروم. الله میفرماید حق معلوم دارم برای سائل و محروم. مستمندان و کسانی که مشکل دارند اگر ما تقسیمشون بکنیم دو قسم هستند. یکی اونهایی هستند که به هر حال فقر اونها را مجبور کرده دست سوال و دست گدایی به سوی شما بلند میکنند. دومی اونهایی هستند که محرومند، اونها حیا غالبه، حیا به اونها اجازه نمیده، اونها معمولا از داد و دهش مردم محرومند، چون اونها پیش مردم نمی آیند، مردم پیش اونها نمی روند، مردم چون از اونها خبر ندارند. لذا اونها را هم الله می فرماید بپایید، هم سائل و هم محروم. قرآن مجید در چند جای به هر دو قشر توجه فرموده. اینی که در مغازه شما میاد، در خونه شما میآید و شما چیزی بهش میدهید، این الحمدلله توفیق الله است، ولی به این بسنده نکنید، خودتون دنبال کنید. کسانی را که واقعا اونا نمیتونن بیاند، اونا واقعا مشکل دارند، میتونید شما تحقیق کنید، میتونید بررسی بکنید از طریق مردم محلات مختلف، از طریق علمایی که در مساجد امامت دارن، مقتدیان خودشون را میشناسند. خیلی ها هستن میرن از طریق سوپرمارکت ها میگن دفتر حساب را بیار و ببینیم که کی اینجا بدهکاره، میبینن پیدا میکنند بیوه هایی هستن، یتیم هایی هستن اینجا بدهکار، از چند وقت بدهیشون را نتونستن. کسی بخواد محروم را پیدا بکنه راحت پیدا میکنه، به شرط اینکه این انگیزه‌ای که قرآن در ما ایجاد میکنه این انگیزه پیدا بشه و حتما این کار را بکنیم. به اونهایی که واقعا اونها دست سوال و گدایی ندارند به اونها رسیدگی بکنید. بنده همیشه یاد میکنم این مطلب را. من یک عزیزی را میشناسم در همین شهر که سرمایه زیاد هم نداره، مغازه داره، الحمدلله زندگیش اداره میشه، ولی این عزیز همیشه دنبال این نوع افراد، خودش میره میپرسه در حاشیه شهر، در محلات فقیر نشین شهر، هر شب جمعه مقدار زیاد خوراکی از مقدار برنج و مرغ و میوه گرفته
اینها را هر شب جمعه حداقل برای 30 خانوار 40 خانوار 50 خانوار خریداری میکنه. هستن یتیم هایی که منتظرن که شب جمعه میرسه حاجی فلانی به دم خونهشون میاره اونا رو میرسونه. شاگرد مغازه فقط کارش اینه شب جمعه که اینها رو لیستی که بهش میده میگه ببر به اون خونه ها بده. اون خونه ها خودشون نمیان، اینا خودش میره وظیفه خودش میدونه تک تک خونه ها. یک شبی به هر حال چند تا فقیر یتیم بچه مظلوم شکمشون سیر میشه، چقدر اجره، چه ثوابی هست برای این انسان. این کارهای انسانی هستند، اینها کارهای اهل بهشتند. به این کارها، به این مسائلی که قرآن ما را راهنمایی میکند اهمیت بدیم، اینها را توجه بفرمایید. لذا الله میفرماید گروه دوم تنها نماز نه، همه نوع عبادت ها، همه نوع بذل و قربانی ها. والذین فی اموالهم حق معلوم، آنهایی که در مالشان حق مشخصی هست، یک سهمی از مالش را جدا کرده، یکی اون فرض خداست، 1/40 اون سال یک بار میاد، ولی یک سهمی خودت از درآمدت جدا بکن. هرچی که الله بهت توفیق داده، هرچی که سخاوتت اجازه میده، 1/10 1/5 1/4 بیشتر کمتر از درآمدت جدا بکن برای این قشر. حق معلومی دارند اونها. عرض کردم در درس گذشته هستند انسانهایی که فقراء شهر احساس میکنن سرمایه این آقا، درآمد این از کنم کارخانه، درآمد این نانوایی، درآمد این پاساژ مال ایشون فقط نیست، مال همه ماست، چون خیرش به ما هم میرسه. خوشا به حال این اهل سعادت که خدا بهشون داده، توفیق دادن دارن، حق مال را ادا میکنن. این کار صفات خوب در وجود ما میاره. عرض کردم حرص را میبره، گذشت را زیاد میکنه، بخل را از قلب انسان دور میکنه، حب دنیا را که انسان 4 دست و پا به دنیا بچسبه دور میکنه. انسان مشتاق آخرت میشه، چون انسان احساس میکنه هر هفته، هر ماه، هر روز دارم برای آخرتم ذخیره میکنم، به اونها امیدوار میشه، به شرط اینکه فقط ربت خبر داشته باشه. اگر 4 نفر مطلع شدن ولی نیت درست باشه. لذا الله می فرماید حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلومی هست برای سائل، برای اونی که سوال می کند او را هم ناامید نمی کند، والمحروم اونی که محروم هست. والذین یصدقون بیوم الدین، آنانی هستند که تصدیق می کنند روز جزا را. این کارا را انسانی میکنه که نسبت به روز قیامت اعتقاد و باور داشته باشه، نسبت به حساب و کتاب اونجا، پرسش و پاسخ اونجا ایمان داشته باشه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، آنهایی هستند که از عذاب ربشان میترسند. باید بترسیم، باید احساس خطر بکنیم، چون الله می فرماید ان عذاب ربهم غیر مأمون. عذاب پروردگار چنین چیزی نیست که ایمن باشد انسان از او، باید ترسید. معلوم نیست که خدا به چی چیزی ما را گرفتار میکنه، لذا باید همواره در خوف بود، خوف و رجا، ترس و امید، اما باید ترسمون هم بالا باشد. والذین هم لفروجهم حافظون، وصف 5. الله می فرماید کسانی که عفت خودشون را حفظ می کنند، حیا و عفت خودشون را حفظ می کنند، نیاز جنسی را العیاذ بالله به هر صورت ناجایز و ناروا تکمیل نمی کنند، فقط از اون طریقی که رب اجازه داده. اون طریق چیه؟ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر بر همسرانشان یا کنیزک هایشان
کنیزی که در گذشته انسان ملکن او را خریداری میکرد الله اجازه داده بود. لذا این دو صورت هست. فانهم غیر ملومین، اینها اگر نیاز جنسی را در این موقع برآورده بکنن اینها قابل ملامت نیستن. اما غیر از اینها الله میفرماید فمن ابتغى وراء ذلك، هر کسی بغیر از این دو صورت دیگری را برای نیاز جنسی خودش انتخاب بکند بطلبد فاولئک هم العادون، این انسان ها متجاوزند. عادون یعنی از حد شرعی تجاوز کرده، از اون حدی که خدا گفته. لذا هر کسی که نیاز جنسی را بغیر از این صورت ها برآورده بکند، صورت هایی هست که انسان به زبان نمیتونه بیاره ولی خیلی صورت ها مردم میپرسند این تجاوزه، این حرامه، بعضی ها حد دارد، بعضی تعزیر دارد. کسی العیاذ بالله با یه زن بیگانه رابطه برقرار کنه که ما بهش میگیم زنا، کسی استمناء بکند به وسیله دست خودش نیاز خودش را برآورده بکند، استمناء بالید، اینها مفسرین نوشته همه اینها، همچنین همجنسگرایی و همجنس بازی، مردها به وسیله مردها العیاذ بالله، زنها به وسیله زنها بخواهند خودشون را ارضا بکنند، اینها همه صورتهای حرامند. و همچنین مرد از طریق پشت بره پیش زن خودش، حتی اینها همه صورتهای حرام هستند. این انسانها متجاوزند، از حد شرعی تجاوز کردند، اینها جز کبائر هستند. اون گناهی که واقعا گناه باشد خدای عزوجل تو کلامش ذکر می کند. خیلی گناهان جزئی هستند الله ذکر نمی کند. لذا اینها مفاسد اخلاقی هستند. لذا پنجمین صفت اینه که انسانی میتونه، انسانی استثناء هست و رحمت الله شامل حال او میشه که اون انسان به فساد اخلاقی، انواع این فسادها گرفتار نشه. و همچنین علما نوشتند متعه، صیغه نکاح موقت، اونجا هم اون کسی که برای یک شب، برای یک ساعت، برای یک ماه، برای یک هفته در اختیار انسان، زن نیست، اون جز ازواج نیست. گرچه بعضی ها که میخوان صیغه را جایز قرار بدند میگن اون زنه، اونم جز ازواجه، اونم میگن جز ازواجه، ولی زن از خودش تعریفی داره. زن اونه که وقتی که بمیری از تو ارث میبرد، او بمیرد تو از او ارث میبری. هیچ کس نگفته که این زن صیغه ای از انسان ارث میبرد. زن اونه که با شهود نکاح منعقد میشه، بدون شاهد نکاحش بسته نمیشه. این بدون شاهد بینشون به زعم اونها نکاح درست میشه. زن اونه که جدایش با طلاق میشه، این اونه که اصلا نیازی به طلاق نمیشه، همین که ساعت 12 شد خود به خود جدا میشه وقتی که ساعتش تعیین میشه. لذا اصلا تعریف زن از چندین جهت که علما یادآوری کردن که انشاءالله بحث مفصلش در سوره مؤمنون خواهد آمد. لذا اون زن نیست. یکی از رسومات جاهلیت بود، خیلی چیزها بودن در زمان جاهلیت. بله نکاح موقت هم بود، قبل از اسلام بود، در اول اسلام هم بود، مثل شراب که در اول اسلام هم بود. الان کسی بیاد استدلال بگیره بگه شراب جایز بوده الان هم بخوریم؟ عیناً مثل همینه، در اول اسلام بود. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید چندین نوع نکاح در ابتدای اسلام بود. دین اسلام و شرع مبین همه را منسوخ کرد، همه را از بین برد و رد کرد. همه صورت نکاحی که امروز ما داریم باقی گذاشت. لذا متعه هم یکی از اونها بود.
لذا نمیشه اون را بیاریم با نکاح صحیح و نکاح دائم بچسبونیم. بنابراین الله میفرماید از غیر از این راه مشروع هر کسی راهی بطلبد فاولئک هم العادون، این انسان های متجاوزی هستند، از حد شرعی گذشتند. فمن ابتغى وراء والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. چه صفات زیبایی هستند. واقعا قرآن ما را به مکارم اخلاق دعوت میده. اگر همه انسان هایی که در این دنیا زندگی میکنند، همه مسلمان هایی که در جامعه دینی و اسلامی زندگی میکنند این صفات را داشتن، ما اصلا مشکل نداشتیم، همین دنیا تبدیل به بهشت میشد، همین زندگی خوشگواری میشد. ولی متاسفانه این صفات نیست. الله می فرماید صفت ششم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، آنهایی هستند که نسبت به امانتها و نسبت به عهد و پیمانها مراعات می کنند، لحاظ می کنند، امانت دارند، پایبند عهدند، متعهدند. وقتی که گفت طلبت را سر برج میدم دیگه حرفش حرفه، قولش قوله، بدقولی نمی کنه، عهد شکن نیست، امینه، امانت داره. وقتی که رازی پیشش داشتی دیگه امین تو هست، افشاگری نمی کنه. وقتی که جنسی در اختیارش داشتی خیانت نمی کنه، استفاده نمی کنه، خرابش نمی کنه. صورتهای مختلفی امانت داره، عهد داره. وقتی که پیمان بس با تو، پیمانش پیمانه، تعهدش تعهده. اینها هستند مؤمنین، اینها هستند مصلین، اونهایی که نسبت به امانتها و عهدشون رعایت میکنن، لحاظ میکنن. والذین هم بشهاداتهم قائمون، اونهایی که نسبت به شهادتهایش خودشون ایستادند، قیام کردند، یعنی حق شهادت را ادا میکنند، گرچه این شهادت به ضرر طایفهش تمام بشه، به ضرر برادرش تمام بشه، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، گرچه به ضرر خودش، به ضرر پدر و مادرش تمام بشه، اما ایمان تقاضا میکنه حق را بگه، میگه بله من این حرف را گفتم. شهادت بر علیه خودش هم میده. امکان داره که این اقرارش، این اعترافش موجب بشه که ضررهای مالی و جانی برایش پیش بیاد، ولی نمیترسه، فقط از الله میترسه، از الله میترسه که شهادت را رعایت میکنه. الله میفرماید والذین هم علی صلاتهم یحافظون. بازم نماز، وصف هشتم دوباره بر نماز، به طرف نماز، در رابطه با نماز. کسانی که بر نمازهایشون محافظت میکنند، اونجا بود مداومت، دائمون، اینجا هست محافظت. یکی اینه که انسان همیشه نماز بخواند، استقامت داشته باشد، و محافظت نماز اینه که تمام شرایط نماز را، تمام آداب نماز را، تمام سنن و مستحبات نماز را انسان تک به تک انجام بده. متاسفانه نمازهای درستی نیست، بالخصوص این روزها که نمازهای تراویح میخوانیم، تعداد رکعات مقدار بیشتر هست. انسان باید با خشوع، با خضوع، حضرت مولانا مفتی محمد تقی حفظه الله، شیخ الاسلام مولانا محمد تقی در رابطه با تراویح جمله نوشته بودند که بسیار گیرا بود. ایشون نوشته ما این فکر را نمی کنیم که هر شب چه نعمتی خدا به ما داده، هر شب ما 20 رکعت نماز میخوانیم، در 20 رکعت 40 بار سجده میکنیم، هر سجده قرب خدا را حاصل میکنیم. الله فرموده نزدیکترین حالت یک بنده به من این هست که مرا سجده میکند.
40 بار یک شب قرب خدا را حاصل میکنی بغیر از بقیه فرائض و واجبات و نوافل که شما میخوانید. 40 بار به معراج میروید، نماز معراج مؤمن است، میروید و اونجا نزدیکترین حالت شما با رب پیدا میشه. اونجا وقتی میگه سبحان ربی الاعلی، ای رب اعلای من، تو از هر عیب از هر شریک پاکی، این را که اعتراف میکنی و این را که اعلام میکنی، چه درجه‌ای چه جایگاهی برات نوشته میشه، چرا عجله داری؟ خیلی در نمازها کوتاهی میشه. بعضی جاها میگن دقیقه گرفتن نماز فرض با وتر با تمام نماز تراویح که به صورت علم تر کیف میخوانه، میگه 23 دقیقه تمام میشه، بعضی جا میگه 19 دقیقه تمام میشه. العیاذ بالله. یک کلیپ اخیراً آمده، شاید دوستان دیدند، که اصلا فکر میکنی که یه ورزشی هست یا همونطور که در حدیث آمده مثل خروس فقط نک زدن و بلند شدن هست. الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بدو بدو. به نظر من این نماز اصلا نخونه بهتره. این بی حرمتی هست، این بی ادبی هست. لذا نمازی رب دوست داره که با حضور قلب باشه، با خشوع خضوع باشه، با توجه کامل باشه. شما وقتی که میگه الله اکبر دست بلند میکنی، به تعبیر بعضی این نوع خداحافظی است از دنیا، یعنی از این عالم قطع شدی، وارد یک عالم دیگه شدی، وارد عالمی که در مقابل خدا هستی، عالم ملکوت. اونجا باید همه چیز فراموش بشه، اونجا این سرعت. لذا الله عز وجل میخواهد که همه شرایط، همه ارکان، همه آداب، طهارت، استقبال قبله، خشوع خضوع، توجه، تعدیل ارکان، اینها همه رعایت بشه. این محافظت بر نماز. اولئک فی جنات مکرمون. بعد از این صفات هشتگانه الله پاداش را بیان میفرماید. این انسانها در جنات، در بهشت مورد اکرام و اعزاز واقع می شوند. الله اینها را یک احترام خاصی و اکرام خاصی می فرماید. الله نصیب من شما بگرداند این صفات را. فما للذین کفروا قبلک مهطعین. الله می فرماید چه شده کفار را که به سوی تو می دوند. مهطعین یعنی مسرعین، با سرعت می آیند. در رابطه با این آیات هم نوشتند که آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که از بهشت و از نعمتهای بهشت بیان فرمودند، کفار آمدند در اطراف کعبت الله، خانه کعبه جمع شدند و اونجا گوش میکردند. کفار گفتند که اگر چنین بهشتی باشد، این انسانهایی که هیچ جایگاهی تو جامعه ندارند، هیچ شخصیتی ندارند، از نظر اونها شخصیت با قومیت بود، با سرداری بود، با فامیل بود، با پول بود، با مادیات بود. لذا به همراهان و یاران رسول الله بی شخصیت میگفتن این انسانهایی که از قشر پایین هستند، اینها که نمیرند. اگر همونطور که اینجا فضل مال ما هست، اینجا همه امکانات مال ما هست، رفاهیات مال ما هست، اگر بهشتی باشد اونجا هم ما میریم. الله عز وجل پاسخشون داد. الله میفرماید فما للذین کفروا قبلک مهطعین. چه شده آنانی را که کفر کردن به سوی شما با سرعت میان. عن الیمین و عن الشمال، از راست و چپ. عزین، جماعت های متفرق. عزین یعنی گروه گروه، جماعت میآیند. ایطمع کل امرئ منهم، آیت طمع دارد، انتظار دارد هر گروهی از آنها ان یدخل جنت نعیم، اینکه وارد بهشتی که سراپا نعمت است بشه. الله می فرماید کلا، هرگز نه، برای اینها خبری از بهشت نیست. اینها جایگاهی در بهشت ندارند. چرا؟ چون اینها امتحانشون را پس دادند. انا خلقناهم مما یعلمون.
ما آنها را آفریدیم از آنچه که اونها میدانند. لذا اینها به چه چیزی افتخار میکنند؟ افتخار بر مادیت نباید باشه. حقیقت خودش را انسان نگاه بکنه از چی درست شده. الله می فرماید فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سوگند به رب مشارق و مغارب. رب مشرق ها و رب مغرب ها. مشرق ها متفاوتند، هر روزی خورشید از یک محلی از یک زاویه طلوع می کند، روز بعد تفاوت دارد. طوری که زمستان از راست مثلا مشرق است، تابستان از قسمت چپه. لذا هر روزی مشرق و مغرب متفاوته. ببینید امروز کسانی که واقعا علم دارند، علم خوندن، دنبال هیئتند، دنبال این نوع مسائل فلکیات هستند، این مسائل را میدونند. ولی اون زمان در اون روز که همه امی بودند، هیچ کسی چیزی بلد نبود، در اون روز وقتی که الله عزوجل چندین مشرق و چندین مغرب ذکر میفرماید، این دلیل بر این که این کتاب از جانب الله است و این کتاب دقایق علمی را هم نادیده نگرفته. قسم به رب مشارق و مغارب، مشرق ها و مغرب ها، که انا لقادرون، ما قادریم، ما میتوانیم علی ان نبدل خیرا منهم، ما این انسان های مسخره کننده را تبدیل بکنیم به بهتر از اینها، اینها را ببریم، اینها را از بین ببریم، نابودشون کنیم، بهتر بیاریم. و ما نحن بمسبوقین، ما عاجز نیستیم. مسبوق اینه که کسی دیگه از ما سبقت بگیره، ما عاجز بمانیم، ما ناتوان بمانیم. ما ناتوان نیستیم، ما عاجز نیستیم. اما ای پیامبر صبر کن، فذرهم، خدا فورا مؤاخذه نمیکنه، فذرهم، بگذار اینها را، یخوضوا و یلعبوا، مسخره کنند. خوض یعنی وارد بحث های بیهوده و پوچ بشند، و یلعبوا، سرگرم بشند. حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، حتی که ملاقات بکنند، حتی که برخورد بکنند و مواجه بشند با آن روز خودشان، آن روزی که وعده داده شدند. اون روز چه حالتی دارند؟ الله میگه شما، میگه ما به بهشت میریم، شما وضعیتتون، شرایطتون اینه. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، روزی که خارج میشوند از قبرها با سرعت، با یک سرعت تمام، با یک سور، با یک عرض کنم که بوق به اصطلاح، همه از قبرها بیرون انداخته میشوند. کأنهم الی نصب یوفضون، گویا آنها به سوی نمادی میدوند، فرار میکنند. نصب میگویند هر نمادی که برای غیر الله باشد و مردم عبادت بکنند. در اون زمان، در این زمان هم همینطوره، هر جایی که ایستگاه های شرک هست، در اون زمان مشرکین نمادهای شرکی داشتند. مثلا یه جایی میگفتند که اینجا یکی از صالحین بوده به نام لات، التي یلط السویق، اون کسی که به حاجی ها ستو میداد، سویق میداد، درست میکرد و به حاجی ها میداد این حلوای سویق را تا بخورند. اون جایی که صندلیش بود، یه سنگی بود در واقع، اون سنگ نمادی از شرک قرار گرفت. یک عابدی، یک انسانی مثلا زیر درختی خدا را عبادت میکرده، اون درخت الان نماد شرکی قرار میگیره. بعد از فوتش همه میرفته اونجا سجده میکردند. لذا نمادها طوری بود که گاهی مشرکین میرفتند، دوان میرفتند، هجوم می آوردند این نوع نمادها و آستانه ها که جا نبود. لذا الله می فرماید گویا اینها به سوی نمادی از نمادهای شرک می دوند، تشبیه میده به همون عجله‌ای که در دنیا دارند، دوان به سوی میدان حساب می آیند. اما خاشعتا ابصارهم،
چشمهایشون پایین است، خجلند، شرمندند به خاطر عمل کردشان در دنیا. ترحقهم ذله، ذلت اونها را تحت پوشش قرار میده، سراپا وجودشون را ذلت گرفته، چهرهشون سیاه و تسود وجوه، چهرهشون سیاه، ذلیل، خار. این انسان هایی که خودشون را اشراف میدانستند، این انسان هایی که صحابه بی بضاعت را جز انسانهای قشر پایین میدانستند، اونجا ذلیل و خارند. ذالک اليوم الذی كانوا یوعدون. الله میفرماید این همون روزی هست که اینها وعده داده شدند، در دنیا وعده داده میشدند، این همون روزی است، به اون روز میرسند. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.